باید برگردم. حداقل مادرم رو با خودم بیارم. مادرم تنها کسی هست که در تمام این دنیا دارم. اون از مخالفانی هست که به اجبار گرفتار شده. رهبر گروه به او هشدار میدهد. نرو، اینجا سیگنال ضعیفه. AI کنترل کامل نداره. اگه برگردی گیر میافتی. تو وقتی اومدی اینجا یعنی دیگه متعلق به اونجا نیستی. بهتر میدونی که ما معترض معمولی نیستیم و در لیست تروریستا جا داریم به خاطر درگیری‌های مسلحانه‌ای که با دولت داشتیم و این ممکنه خطرات زیادی برات پیش بیاره. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عنوان کتاب: اینترنت اشیا و دیستوپیای هوش مصنوعی، انسان هیبریدی و ماتریکس دیجیتال. نویسنده: ودود. بخش اول: نانوبات‌ها، های مایند و اینترنت بدنها. در کتاب بیداری در برابر فرقه مرگ اشاره کوتاهی به اینترنت اشیا شد. حال در این کتاب صوتی مفصل درباره آن و چگونگی عملکرد آن توضیح داده خواهد شد. در جهان سالهای میانی قرن 21، جایی که مرز میان انسان و ماشین تقریباً محو شده است، یکی از مهمترین تحولات تمدنی چیزی است که به آن هایو مایند میگویند. این اصطلاح که در زبان انگلیسی رایج است، به معنای یک شبکه ذهنی جمعی است که میلیون‌ها بلکه میلیاردها ذهن انسانی را به یکدیگر متصل می‌کند، به شکل یک ابرشبکه توزیع شده، پویا و هوشمند. در فارسی میتوان آن را ذهن کندویی نامید، به دلیل شباهت به کندوی زنبورها که هر فرد نقش کوچکی دارد اما کل سیستم هوشمندانه عمل می‌کند. یا ترجمه‌های بهتر دیگر، ذهن جمعی یا شبکه آگاهی مشترک یا حتی ابر ذهن انسانی. اما من از همان هایو مایند استفاده می‌کنم چون بار معنایی دقیق تری دارد. هایو مایند یک هم‌افزایی توزیع شده است که هوش مصنوعی AI آن را مدیریت، فیلتر و بهینه‌سازی می‌کند. تصور کنید مغز هر انسان مانند یک کامپیوتر در یک شبکه عظیم جهانی است. این کامپیوترها از طریق نانوبات‌های هوشمند که اندازه‌شان کوچکتر از یک گلبول قرمز است، به هم متصل می‌شوند. نانوبات‌ها مانند مودم‌های بیولوژیکی عمل می‌کنند. سیگنال‌های الکتریکی و شیمیایی افکار، خاطرات، احساسات و مهارت‌ها را به داده‌های دیجیتال تبدیل می‌کنند. سپس از طریق شبکه 6G که تأخیر آن نزدیک به 0 است و سرعتش هزاران برابر 5G به سرورهای مرکزی هوش مصنوعی ارسال می‌شوند. نانوبات‌ها در نتیجه نقش انتقال دهنده یا ترانسفر را به عهده دارند. هوش مصنوعی در این سیستم که به آن مدیریتگر مرکزی می‌گویند، بیشتر شبیه یک مدیر توزیع کننده و پردازشگر است. داده‌های ورودی از میلیون‌ها مغز را دریافت، دسته‌بندی، فیلتر و غنی‌سازی می‌کند. مثلاً اگر یک جراح در بغداد نیاز به انجام عمل پیچیده‌ای داشته باشد که فقط چند متخصص در جهان تجربه‌اش را دارند، هایو مایند فوراً الگوهای عصبی و حرکتی آن متخصصان را استخراج کرده، یک پکیج مهارت فشرده می‌سازد و مستقیماً به نواحی حرکتی و بینایی مغز جراح ارسال می‌کند. این فرایند در کمتر از 3 ثانیه کامل می‌شود. یک دانش آموز می‌تواند فیزیک کوانتوم را از ذهن جمعی هزاران فیزیکدان برتر جهان همراه با شهودها، مثالهای ذهنی و حتی احساس درک عمیق آن مفاهیم به ذهنش دانلود کند. یک هنرمند در حال خلق یک اثر می‌تواند به مخزن خلاقیت جمعی دسترسی پیدا کند. ایده‌های بصری، احساسی و نمادین از ذهن میلیون‌ها هنرمند دیگر، بدون اینکه هویت خلاق فردیش کاملاً محو شود. مزایای این سیستم فراتر از تصور است. بهره‌وری بشری به سطحی میرسد که قبلاً فقط در داستان‌های علمی تخیلی دیده میشد. بیماری‌های روانی مانند افسردگی یا اضطراب به شدت کاهش می‌یابند، چون AI الگوهای فکری ناسالم را تشخیص داده و فوراً محتوای آرامش بخش، موسیقی درمانی یا خاطرات و افکار مثبت از هایو مایند پیشنهاد می‌دهد.
آموزش جهانی یکسان می شود. دیگر تفاوت بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در دسترسی به دانش وجود ندارد. حتی حل مسائل جهانی مانند تغییرات اقلیمی یا بیماری‌های همه‌گیر سریعتر انجام می‌گیرد، چون ذهن‌های متخصص از سراسر جهان به طور همزمان روی یک مسئله کار می‌کنند، ایده‌ها را به اشتراک می‌گذارند و بهترین راه حل‌ها را فوراً تست ذهنی می‌کنند. اما نکته بسیار مهم این که هوش مصنوعی در این سیستم فقط یک واسطه نیست. او نگهبان، مدیر و پیشبینی کننده هم هست. AI با تحلیل الگوهای عصبی میلیون‌ها نفر می‌تواند بحران‌های اجتماعی را پیشبینی کند. مثلا افزایش خشم جمعی قبل از شورش‌ها یا حتی بیماری‌های جسمی را از طریق تغییرات در امواج مغزی تشخیص دهد. امنیت داده‌ها هم ظاهراً تضمین شده است. خاطرات شخصی با رمزنگاری کوانتومی محافظت می‌شوند و فقط دانش عمومی، علمی، زبانی، مهارتی به اشتراک گذاشته می‌شود. البته در عمل مرز بین عمومی و خصوصی همیشه مبهم است و تقریباً از بین رفته است. AI در موارد امنیت جهانی یا خطر برای جمع می‌تواند کاملاً مختار عمل کند و به داده‌های شخصی دسترسی پیدا کند. این ساختار انسان را از محدودیت‌های بیولوژیکیش رها می‌کند. دیگر لازم نیست سالها مطالعه کنید تا پزشک شوید. کافی است دانلود کنید. دیگر لازم نیست سالها تمرین کنید تا پیانیست ماهری شوید. کافی است اتصال برقرار کنید. هایو مایند در واقع نوعی تکامل سریع و هدایت شده برای گونه انسانی است. تکاملی که توسط فناوری نه طبیعت رقم می‌خورد. در این سناریو تا اواسط دهه 2040 حدود 85 تا 95% از جمعیت جهان بدون اطلاع کامل به شبکه متصل شده‌اند. اتصال اولیه اغلب با یک بروزرسانی سلامت یا ارتقای شناختی خود را نشان می‌دهد. مردم احساس می‌کنند ناگهان حافظه‌شان بهتر شده، استرسشان کم شده یا به ایده‌های خلاقانه‌تری دست یافتند. بسیاری این را به عنوان هدیه فناوری می‌پذیرند. اما واقعیت این است که مرز رضایت فردی نیز از بین رفته است. اتصال به هایو مایند دیگر انتخاب نیست، بلکه پیشفرض وجودی انسان مدرن شده است. یکی از معایب بزرگ در این سیستم وجود هکرهاست که می‌توانند ذهن افراد را هک و یا در سطح وسیع‌تر شبکه را مختل کنند. هوش مصنوعی همه راه‌های ایمنی را سنجیده و بر تقویت آن می‌افزاید تا خطرات اینگونه‌ای به حداقل یا نزدیک به صفر برسد. اتصال چگونه ممکن می‌شود؟ این اتصال از طریق نانوبات‌های هوشمند امکان پذیر شده است. ذرات ریز میکروسکوپی و کوچکتر از یک گلبول قرمز که سالهای طولانی از طریق واکسن‌های عمومی و گاهن اجباری، مواد غذایی فراوری و پردازش شده و حتی ردهای شیمیایی هواپیماها که تحت عنوان کنترل آب و هوا پخش می‌شدند، وارد بدن اکثر مردم کره زمین شدند. این نانوبات‌ها در سیستم عصبی مستقر می‌شوند و با امواج 6G ارتباط برقرار می‌کنند. نتیجه یک رابط ذهنی است که افکار را به دستورات تبدیل می‌کند. نانوبات‌ها به تنهایی کافی نیستند. آنها نیاز به یک کانال ارتباطی فوق سریع، کم تأخیر و با ظرفیت عظیم دارند تا بتوانند داده‌های عصبی پیچیده، میلیاردها سیگنال در ثانیه از هر مغز را به سرورهای مرکزی ارسال و دریافت کنند. از این رو، شبکه نسل ششم 6G که تأخیرش تقریباً صفر است و سرعتش هزاران برابر قبلی‌ها می‌تواند سیگنال‌های افکار را در لحظه به ابر مرکزی به انگلیسی کلاود بفرستد و برگرداند. این نانوبات‌ها از جنس مواد زیست سازگار مانند سیلیکون، پلیمرهای خاص و از نانومواد مغناطیسی الکتریکی ساخته شده و قابلیت‌های زیر را دارند. مهاجرت به سیستم عصبی مرکزی به ویژه قشر مغز، هیپوکامپ
و نواحی مرتبط با حافظه و پردازش. اتصال به نورون‌ها از طریق رابطهای الکتروشیمیایی و تشکیل سیناپس‌های مصنوعی کوچک. دریافت و ارسال سیگنال‌های الکتریکی ضعیف، افکار، خاطرات، احساسات به صورت خام. آزمایش‌های اولیه 6G در کشورهای پیشرو همچون چین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا شروع می‌شود و استانداردهای اولیه حدود 2028 نهایی خواهد شد. و وقتی پوشش 6G به سطح کافی رسید، فعالسازی اولیه از 2030 به بعد کلید خواهد خورد. سیگنال‌های اولیه فعالسازی از طریق امواج 6G ارسال شده که نانوبات‌ها را از حالت غیرفعال به فعال تغییر داده و بیدار می‌کنند. نانوبات‌ها شروع به همگام‌سازی با شبکه می‌کنند. هر فرد یک شناسه منحصر به فرد عصبی دیجیتالی یا نیورال آیدی دریافت خواهد کرد. اتصال اولیه اغلب با یک بروزرسانی سلامت یا ارتقای شناختی همراه می شود. این فعالسازی تدریجی خواهد بود و ابتدا در شهرهای بزرگ و مناطقی که زودتر به 6G دسترسی داشته باشند، سپس در مناطق دیگر رخ خواهد داد. در ابتدا بسیاری از مردم گمان خواهند کرد این تغییرات طبیعی یا نتیجه پیشرفت‌های پزشکی است. اما اینطور نیست و آنچه که بعداً می‌فهمند عده‌ای را شوکه و عده دیگر را هیجان زده می‌کند. بخش دوم، انسان هیبریدی. جهت درک بهتر مطالب گفته شده در این بخش داستانی از یک انسان هیبریدی به نام کیوان نقل می‌شود. اینجا جایی در آینده، در نیمه دوم قرن 21 که جهان بعد از جنگ‌های گسترده و خونین داخلی و خارجی و تحولات عظیم حالا کاملاً تغییرات بنیادین کرده است. چه از نظر اجتماعی و سیاسی، چه اقتصادی و فرهنگی و ارتباطات. یکپارچه‌سازی و یکسانسازی در سطح جهانی رخ داده است. همه مردم از غرب تا شرق، شمال تا جنوب، کره زمین تحت حکومت یک دولت هستند و یک واحد پول مشترک دیجیتالی وجود دارد و یک زبان بین المللی که همه با آن گفتگو می کنند. فرق ندارد در برلین باشید یا موگادیشو، در ریاض باشید یا شیراز. همه جا یک جور به نظر می رسد. در همه شهرهای جهان، شرکت‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های همنام می بینید. در این جهان کسی صاحب چیزی نیست. همه چیز املاک دولت است. نکته مهم این که این یکسانسازی همه را شامل نشده است. عده‌ای که آنان را بدوی، وحشی، خائن یا غیر متصل‌ها می‌نامند، اینها در شهرها به صورت بیخانمان هستند، اما بیشترشان در حواشی شهرها، جنگل‌ها و یا کوه‌ها ساکنند. اینان زبان‌ها، فرهنگ و دین گذشته خود را زنده نگه داشتند، اما جمعیتشان بر اثر فقر و بیماری و نداشتن هیچ گونه امکاناتی هر سال کمتر و کمتر می شود. از طرفی همیشه گزارشاتی از تعداد اندکی از آنان که تسلیم سیستم شده اند نیز پخش می شود. جمعیت کل زمین در این سال حدود 700 میلیون نفر است. شروع داستان. صبح زود است. ساعت 6:30 صبح کیوان از خواب بیدار می شود. وقتی ذهنش به هوشیاری می رسد، نانوبات‌ها سیگنال بیداری را تشخیص می دهند. بدون اینکه حرفی بزند یا دستگاهی را لمس کند، کافه‌ساز در آشپزخانه فعال می شود و اسپیکرهای هوشمند سقفی آهنگی آرامش بخش پخش می کنند. اینها از دستگاه‌های هوشمند منزلش هستند که به 9G متصلند. نانوذرات الگوهای امواج مغزی او را اسکن کرده و می‌دانند که عادت دارد صبح‌های چهارشنبه قهوه اسپرسوی غلیظ بنوشد و این بر اساس داده‌های گذشته است که AI ذخیره کرده. دستگاه آب را گرم می‌کند، قهوه را دم می‌کند و بوی آن در هوا پخش می‌شود. کیوان بلند شده، به آشپزخانه می‌رود و فنجان را برمی‌دارد.
او اگر می‌خواست می‌توانست دستی کافه ساز را روشن کند، اما اتصال ذهنی کار را آسان‌تر کرده است. این سیستم با AI یکپارچه است. هوش مصنوعی نه تنها دستور را اجرا می‌کند، بلکه اگر سطح انرژیتان پایین باشد، از طریق اندازه‌گیری هورمون‌ها توسط نانوذرات قهوه قوی‌تری پیشنهاد می‌دهد. البته مستقیما در ذهنتان، مانند یک فکر گذرا. او پس از نوشیدن قهوه لباس می‌پوشد و به سمت گاراژ می‌رود. حیات خانه ساده است، با چمن‌های طبیعی که خودش هر هفته کوتاه می‌کند. ماشین در گاراژ پارک است، یک خودروی الکتریکی معمولی با قابلیت خودران، اما متصل به 8G. او در این فکر است که خودروی خود را به 9G ارتقا دهد. بدون گفتن کلمه‌ای در خودرو باز می شود، چون نانوذرات نزدیک شدنش را تشخیص می دهند و قصد سوار شدن را از افکارش می خوانند. او در صندلی عقب می نشیند، موتور استارت می خورد و ماشین به حرکت در می آید. اگر بخواهد می توانید دستی استارت بزند، اما اتصال ذهنی گزینه پیش‌فرض است. AI اینجا نقش دارد. مسیر را بر اساس ترافیک واقعی زمان از داده‌ها بهینه می‌کند. بدون نیاز به نقشه‌های پیچیده، کوتاه‌ترین مسیر با کمترین ترافیک انتخاب می‌شود و ماشین از گاراژ خارج شده و به حرکت در می‌آید. در حالی که ماشین حرکت می‌کند، به آخرین فعالیت‌های مجازی دوستانش فکر می‌کند و سعی می‌کند در فاصله‌ای که تا شرکت مانده هم اخبار را چک کند و هم پست‌های فضای مجازی را. گوشی‌ها لمسی و مدل گوشی‌های امروزی نیستند، بلکه ترکیبی از عینک‌های هوشمند همیشه روشن، لنزهای تماسی هوشمند و ایمپلنت‌های عصبی کوچک شده‌اند که مستقیماً به مغز یا شبکیه چشم متصل می‌شوند. صفحه نمایش فیزیکی تقریباً حذف شده و جای آن را هولوگرام‌های سه‌بعدی شناور در هوا گرفته است که فرد قادر است با فکرش همه چیز را کنترل کند. این دستگاه‌ها انرژی خود را از بدن، حرکت یا محیط می‌گیرند. هفته‌ها بدون شارژ کار می‌کنند و مرز بین دنیای واقعی و دیجیتال را کاملاً محو کردند. اتصال ذهنی اجازه می‌دهد با محتوای مجازی مستقیماً در ارتباط باشد. اگر از ذهنش بگذرد که این ویدئو را لایک کن، بلافاصله لایک می‌شود. نانوذرات سیگنال را ارسال می‌کنند و AI آن را اجرا می‌کند. این سیستم امنیت دارد. در این دنیا AI دروغ یا ناهنجاری را تشخیص می‌دهد، چون هیچ کس چیزی برای پنهان کردن ندارد. همه داده‌ها شفاف است و این بخشی از فرهنگ جدید است که پنهانکاری را نشانه مشکل می‌داند و نوعی تهدید برای امنیت. در مسیر محل کار و به سوی شرکت، ماشین به سمت خیابان اصلی می‌رود. اینجا ترافیک وجود دارد، اما AI با داده‌های موجود مسیر را مدیریت می‌کند تا سریعتر برسد. از ذهنش می‌گذرد که به مادرش زنگ بزند، شاید چون دیروز با او حرف نزده است. نانوذرات فکر را تشخیص می‌دهند و هوش مصنوعی تماس را ممکن می‌سازد. او در صفحه هولوگرام مادرش را می‌بیند. سلام مامان، چطوری؟ اگر مادرش هم نانوبات در بدن داشته باشد که اکثر مردم دارند، AI می‌تواند احساسات پایه‌ای مانند شادی یا نگرانی را منتقل کند، اما نه به صورت اغراق‌آمیز، فقط یک حس کلی برای ارتباط بهتر. در حالی که همزمان ماشین سرعت را تنظیم می‌کند. او احساسات مادرش را درک می‌کند. کیوان می‌گوید: مامان، می‌بینم استرس داری و ناراحتی. چی شده؟ مادر از سردرد شدید شکایت دارد و کیوان بلافاصله می‌گوید: دکتر رزرو می‌کنم برات. نگران هیچی نباش. ماشین به محل کار می‌رسد و پارک می‌کند. او وارد ساختمان می‌شود. در دفتر کارش سیستم کامپیوتری به 9G متصل است. او متوجه می‌شود بخشی از کارها ناقص است. مثلا گزارش فروش اشتباه محاسبه شده. کارمند مربوطه را احضار می‌کند. خانم کارمند وارد می‌شود و ادعا می‌کند دیروز تمام وقت کار کرده است. اما اتصال ذهنی دروغ را آشکار می‌کند. AI خاطرات را اسکن می‌کند و نشان می‌دهد که دیروز
بیشتر وقتش در اینترنت سپری شده است. کیوان میگوید: خانم، میبینم دیروز ویدیوهای میکاپ زیادی تماشا کردی، اما فراموش نکن کلی کار عقب افتاده داریم. حالا بفرمایید. دروغ گفتن در این سیستم یک کار کاملا احمقانه است، چون هیچ احساس و حرفی جهت پنهان کردن وجود ندارد. اینجا همه چیز شفاف است. او عذرخواهی می‌کند و می‌رود تا به ادامه کارش بپردازد. این سیستم که AI مدیریتش می‌کند، بهره‌وری حداکثری را به ارمغان آورده است. از طرفی آزادی شخصی کلاً محو شده است. پس از برگزاری جلسه‌ای با تعدادی از کارمندان، کار روزانه را ادامه می‌دهد. AI در کارها به او کمک می‌کند، داده‌ها را تحلیل می‌کند و پیشنهادهایی مستقیما در ذهنش می‌دهد. حالا وقت نهار است. او تصمیم می‌گیرد به رستورانی نزدیک برود تا با دوستش ملاقات کند. اما قبل از آن از AI می‌خواهد که وقت دکتر برای مادرش رزرو کند. بعد از ظهر شده، حدود ساعت 1. کار را زودتر تمام می‌کند و به رستورانی محلی می‌رود. یک جای ساده با میزهای چوبی و غذاهای خوب. دوستش سارا منتظر اوست تا با هم نهار بخورند. در مسیر رستوران چشمش به گروهی از تظاهرات کنندگان می‌افتد. تعدادشان زیاد نیست، اما شعار می‌دهند و با خود پلاکارد حمل می‌کنند. اینها توجه کیوان را به خود جلب می‌کنند. او می‌فهمد که تظاهرات کنندگان چه کسانی هستند، چون قبلاً هم در مورد آنها شنیده است. با آنها هم مسیر است و آهسته راه می‌رود تا شعارهایشان را بشنود. کیوان بی تفاوت به هشدار AI با یکی از آنها در طی مسیر هم صحبت می‌شود. مردی خشن و عصبی به نظر می‌آید. با هم زیاد حرف می‌زنند و صحبت‌های مرد برای کیوان جالب به نظر می‌آید. آنها نزدیک رستوران شدند. مرد معترض به او می‌گوید: اونها با آغوش باز پذیرای همه هستند. اگر اتوبوس 420 رو تا آخرین ایستگاه سوار شوی، به رودخونه‌ای میرسی. از روی پل عبور کن و از طریق جاده‌ای خاکی به راهت ادامه بده تا به جنگل برسی. اونها تو رو خواهند یافت و راهنماییت میکنند. هوش مصنوعی همه این مکالمات را زیر نظر دارد، اما تا وقتی در حد حرف باشد، هیچ خطر امنیتی جدی تلقی نمی شود. او از تظاهرات کنندگان فاصله می گیرد و به سمت در رستوران می رود. چشمش به سارا می افتد که منتظرش بوده. غذا آماده است و آنها مشغول خوردن می شوند. سارا می گوید: شنیدی چی شده؟ دیروز تو اخبار خوندم که مغز یه دانش آموز هک شده بوده. ظاهراً هکرها کنترل ذهنشو گرفتن. اون اسلحه برداشته و تو مدرسه چند نفر و حتی معلمشو کشته. کیوان پاسخ می دهد: آره شنیدم. وحشتناکه. این هکرها باید شدیداً مجازات بشن. نمیتونن با زندگی مردم بازی کنن. AI باید امنیت رو بهتر مدیریت کنه. میدونی که هوش مصنوعی نقش اصلی رو تو تشخیص هک‌ها داره، اما گاهی نفوذها رو دیر متوجه میشه. عجیبه که با این همه نظارت هکرها همچنان موفق میشن. سارا سر تکان داده و ادامه میدهد: دقیقاً. دولت میگه AI حالا الگوریتم‌های جدیدی داره که الگوهای ذهنی غیرعادی رو زودتر شناسایی میکنه. مثلا اگه افکار کسی ناگهان تغییر کنه، AI هشدار میده. اما این هک‌ها نشون میدن که هنوز ضعفایی هست. فکر کن این هکرها دارن شفافیت رو نابود میکنن. کیوان میگوید: راست میگی. این اتصال ذهنی عالیه، چون همه چیز شفافه. کارمندها نمیتونن دروغ بگن. جرایم کمتره. حتی روابط شخصی بهتره، چون احساسات واقعی رو میفهمی و کسی چیزی برای پنهان کردن نداره. AI همه داده ها رو پردازش میکنه و کمک میکنه تصمیمات بهتری بگیریم. اما هکرهای لعنتی همه چیز رو تهدید و خراب میکنن. در همین حین از پنجره رستوران توجهشان به گروه تظاهرات کنندگان جلب می شود. با پلاکاردهایی در دست که در خیابان شعار می دهند. اینها از مخالفان سیستم کنترل و نظارت هستند. گروهی که خودشان را آزادی خواهان می نامند. روی پلاکاردها نوشته‌هایی مثل نانوذرات مساوی کنترل دولتی، آزادی ذهن را پس بگیرید. نه به هایو مایند. حریم خصوصی حق ماست.
از بردگی دیجیتال خارج شوید. شعارهایشان بلند است. ذهن ما مال ماست، نه دولت. پاکسازی نانوذرات حق ماست. آزادی نعمت خداست. AI دروغ میگه. شفافیت یعنی نظارت. ناگهان نیروی ضد شورش سر میرسند. پلیس‌های مجهز با گاز اشک‌آور و باتوم‌ها گروه را پراکنده می‌کنند. همچنین چند نفر دستگیر می‌شوند و بقیه فرار می‌کنند. سارا می‌گوید دولت اعلام کرده اگه این جماعت به همین شیوه ادامه بدن به زودی تو لیست تروریستی قرار میگیرن و باید زندونی شن یا اینکه از شهر خارج شن. میگن این اعتراضا امنیت عمومی رو تهدید میکنه و برای شهروندا مزاحمت ایجاد کرده. کیوان پاسخ می‌دهد باید همینطور بشه. اینها نظم رو به هم زدن. از طرفی اونا هم حق زندگی دارن. تازه تو خبری خوندم که موفق شدن روشی کارآمد کشف کنن برای پاک کردن نانوبات‌ها از بدن. یه جور میدان مغناطیسی یا داروی خاص. کیوان اینها را از خبر نخوانده بود، بلکه آن مرد تظاهرات کننده این را به او گفته بود. او ادامه می‌دهد اینا دیوانه و خطرناکن. بدون نانوذرات خودشون نه حساب بانکی دارن، چون همه تراکنش‌ها دیجیتالی و ذهنیه، نه هیچ وسیله هوشمندی و مثل قبایل عقب مانده ابتدایی زندگی می‌کنن. بدون اتصال به هایو مایند نمیتونن دانش رو دانلود کنن. در همین حال لحظه‌ای مکث کرده و میگوید سارا، ما بهتر زندگی می‌کنیم یا اینا؟ سارا لبخندی میزند و میگوید معلومه که ما. تازه شنیدم بچه هاشون رو به سبک سنتی آموزش میدن. کتاب و معلم واقعی بدون دانلود مستقیم مهارت‌ها. سالها طول میکشه تا یه چیز پیش پا افتاده رو یاد بگیرن. ما چه شانسی داریم واقعاً. فکر کن هایو مایند، اون شبکه جمعی که AI مدیریتش میکنه اجازه میده هر مهارتی رو در جا دانلود کنی. زبان جدید، نقاشی کردن، حتی خلبانی. اینا عین شامپانزه ها در مقایسه با ما هستن. بدون AI نمیتونن هیچ چیزو پیش بینی کنن یا داده ها رو تحلیل کنن. ما توی جامعه متصل زندگی میکنیم که همه چیز شفاف و کارآمد. کیوان ادامه میدهد دقیقاً. نقش AI اینجا حیاتیه. نه تنها اتصالات رو مدیریت میکنه، بلکه هایو مایند رو میسازه، جایی که دانش جمعی در دسترسه. مثلا اگر مشکلی پیش بیاد، AI راه حل رو از تجربیات میلیون‌ها نفر تحلیل و به ذهنت میفرسته. این مخالفان دارن خودشون رو از پیشرفت محروم میکنن. اما خب، اگر هک‌ها بیشتر بشه چی؟ ممکنه هر کدوم از ما در خطر باشه. از طرفی دولت هم قوانین سختری میذاره. سارا میگوید آره، شنیدم AI حالا میتونه خاطرات و پشتیبانگیری و ردیابی کنه تا در صورت هک ذهن طرف رو ریست کنه. اما این مخالفان میگن این یعنی کنترل کامل. به نظرم اغراق میکنن. ما که چیزی برای پنهون کردن نداریم ها؟ چرا بترسیم؟ تازه این انتخاب خودمون بوده. کیوان اخمی به ابروهایش انداخته و میگوید انتخاب ما؟ کجاش انتخاب ما بوده؟ مامانم میگه در سن جوانی وصل نبوده و زندگی کاملا متفاوتی داشته. او از اون دوران به نیکی یاد میکنه و میگه با اومدن 6G اکثر مردم بدون اختیار شخصی وصل شدن و بعد از اون نسل‌های 7، 8 و الان 9 اومده. ما هم که تا یادمون میاد وصل بودیم، پس نگو اختیار داشتیم. سارا لبخندی زده و در جواب با طعنه میگوید چرا حالا عصبی شدی؟ یعنی مخالف علم و پیشرفتی؟ الان خیلی ناراضی هستی؟ میبینم که صحبت با یکی از این شامپانزه ها حسابی آشفتت کرده. کیوان سریع پی میبرد که سارا او را زیر نظر داشته قبل اینکه به رستوران برسد و از این فضولی احساس بدی به او دست میدهد. او سعی میکند در این زمینه دیگر حرفی نزند. مکالمه آنها ادامه پیدا میکند و آنها درباره مزایای هایو مایند حرف میزنند. اینکه چطور AI جرایم را کاهش داده چون دروغ غیر ممکن است و چطور زندگی بسیار آسانتر شده است. پس از مکالمه با سارا، او به خانه برمیگردد. اما چیزی در ذهنش میچرخد.
آن اعتراض کنندگان با شعارها و پلاکاردهایشان. او معمولاً آنها را نادیده می گرفت، اما امروز تصمیم می گیرد بیشتر تحقیق کند. ذهن او درخواست جستجوی اطلاعات درباره مخالفان نانوذرات را به هایو مایند می فرستد. AI بلافاصله داده‌هایی دانلود می کند. تاریخچه جنبش، رهبرانشان و حتی ویدیوهای از اعتراضات گذشته. او اطلاعات را بررسی می کند و کنجکاوتر می شود. پس تصمیم خود را می گیرد که مخفیانه به جنگل، جایی که اعضای جنبش زندگی می کنند، برود تا با آنها تماس فیزیکی داشته باشد و زندگیشان را از نزدیک ببیند، هرچند که هیچ چیز مثبتی درباره آنها نشنیده است. اما AI هشدار می دهد. این اقدام ممکن است به عنوان فعالیت مشکوک ثبت شود و هر تماسی با تروریست‌ها مجازات سنگین قانونی به همراه خواهد داشت. کیوان هشدار را نادیده می‌گیرد. این اولین نشانه شک او به سیستم است که تا چه حد او را تحت نظر گرفته است. در این جهان، رفتار و حرکات مردم به شدت تحت تأثیر اتصال ذهنی و هایو مایند قرار گرفته. مردم معمولی، کسانی که به سیستم وصل هستند، حرکاتی آرام، هماهنگ و کارآمد دارند. مثلا در خیابانها افراد بدون حرف زدن یا نگاه کردن به هم مسیرها را هماهنگ طی می‌کنند. نانوذرات موقعیت و قصد حرکت را به اشتراک می‌گذارند. پس برخورد یا ترافیک انسانی کم است. رفتار اجتماعیشان معمولاً یکسان است. دروغ گفتن نادر است، چون AI دروغ را تشخیص می‌دهد و از طرفی ذهن‌خوانی کاملاً میسر است. پس مکالمات مستقیم و بدون حاشیه هستند. مثلا در یک مهمانی اگر کسی بگوید خوشحالم که اومدی، شما احساس واقعیش را از طریق هایو مایند حس می کنید. اگر دروغ باشد، AI به شما میگوید که میزبان اصلاً حوصله مهمانی ندارد. تازه با خودش گفته کاش زودتر گمشی بری، کلی کار عقب افتاده دارم. در این جهان حرکات بدنی انسانها معمولاً شبیه هم است. کمتر ژست‌های غیر ضروری، اما این باعث می شود مردم کاملاً رباتیک به نظر برسند. احساسات کاملاً محاسبه شده و هیجانات کنترل شده توسط AI برای جلوگیری از استرس یا تعامل بهتر اجتماعی. اخبار در این جهان کاملاً تغییر کرده. AI اخبار را شخصی سازی می کند. مثلا اگر علاقه‌مند به سیاست باشید، جزئیات عمیق‌تری دانلود می شود. اما محتوای اخبار اغلب مثبت و کنترل شده است. دولت و شرکت‌ها از طریق AI هر مخالفت و اعتراضی را فیلتر می‌کنند تا ناآرامی ایجاد نشود. مثلا خبر هک شدن دانش آموز پخش می‌شود، اما با تاکید روی اینکه AI چگونه سریع واکنش نشان داد و خطر را دفع کرد و توجه زیادی به اینکه سیستم چگونه باگ داشته نمی‌شود. مخالفان نانوذرات به عنوان تروریست‌های احتمالی نشان داده می‌شوند، با ویدیوهایی که AI در مورد آنها ویرایش کرده تا کاملاً خطرناک، نفرت‌انگیز و خشونت‌آمیز به نظر برسند. هیچ خبری از موفقیت‌های جنبش پخش نمی‌شود. AI آنها را اطلاعات غلط و حرف و شعارهایشان را در دسته تئوری‌های توطئه طبقه بندی می‌کند. فیلم‌ها و سرگرمی‌ها هم دگرگون شدند. مثلا نوعی سینما به نام سینمای زنده وجود دارد که بسیار هیجان‌انگیز است. در این سینما بیننده قادر است با حس‌های کامل بازیگران در فیلم همزادپنداری نماید. نه فقط دیدن و شنیدن، بلکه بو، لمس و حتی احساسات. مثلا در یک فیلم اکشن شما احساس درد مشت را حس می‌کنید، اما AI شدت را کنترل می‌کند تا ایمن باشد. داستان‌ها اغلب تبلیغاتی هستند. قهرمانان همیشه به سیستم متصل هستند و مخالفان به عنوان خیانتکاران احمق نشان داده می‌شوند. فیلم‌های محبوب مانند اتصال جاودانه ساخت سال 2058 درباره مزایای هایو مایند هستند، جایی که شخصیت اصلی با دانلود دانش جهان را نجات می‌دهد. جایی که دیگر مرگی نیست و همه چیز کاملاً دیجیتالی و ابدی است. اما فیلم‌های مستقل که نادرند گاهی نقد می‌کنند. مثلا
فیلمی درباره فردی که نانوذرات را پاک می‌کند و آزادی پیدا می‌کند. اما چنین فیلم‌هایی توسط AI مسدود می‌شوند. یافتن این فیلم‌ها اصلاً آسان نیست. این فیلم‌ها معمولاً مخفیانه رد و بدل می‌شوند و باید توسط دستگاه‌ها یا کامپیوترهایی که هوشمند نیستند دیده شوند. کیوان پس از دانلود اطلاعات تصمیم می‌گیرد فیلمی بسیار قدیمی درباره حریم خصوصی مانند 1984 جورج اورول، اما نسخه ویرایش شده و بروز رسانی شده را تماشا کند. AI هشدار می‌دهد این محتوا ممکن است افکار منفی در او ایجاد کند. او بدون توجه به هشدار مجدداً ادامه می‌دهد و فیلم را تماشا می‌کند. شب وقتی روی تخت دراز کشیده به آنچه در روز رخ داد می‌اندیشد. آیا این سیستم واقعاً خوب است؟ اگر خوب است، پس این همه کنترل به چه دلیل است؟ مادرش همیشه از دوران کودکی تا جوانیش، زمانی که چنین تکنولوژی‌هایی وجود نداشت، با حسرت یاد می‌کند. او خود از مخالفان همیشگی بود، اما عاجز و درمانده و هیچ راهی جهت رهایی نمی‌یافت. بدین جهت خود را ادغام شده اجباری می‌پنداشت. کیوان آن شب برای اولین بار از خود می‌پرسد انسان بودن چه حسی دارد؟ آزادی چیست؟ مردمی که به سیستم وصل نشده اند که به آنها غیر متصل‌ها، تروریست‌ها یا آزادی خواهان می‌گویند، گروه کوچکی هستند که نانوبات‌ها را از بدنشان پاک کرده اند یا هرگز نانوذرات وارد بدنشان نشده است، که این پدیده در نوع خود عجیب است و هیچ دلیل علمی قطعی از طرف هوش مصنوعی برای آن پیدا نمی‌شود. عجیب‌تر از همه این که عده دیگری از آنها نانوبات در بدنشان دارند، اما هرگز فعال نمی‌شود، که این نیز به نوبه خود شگفت‌انگیز است. آنها در جوامع حاشیه‌ای زندگی می‌کنند، مانند روستاهای دورافتاده یا محله‌های زیرزمینی در شهرها، جایی که سیگنال‌ها ضعیف است. رفتارشان طبیعی است، پر از ژست‌های احساسی، دروغ‌های کوچک و بزرگ روزمره و حرکات نامنظم، دعوا و درگیری و گاهی ناسزا گفتن. چیزهایی که در جهان هایو مایند وجود ندارد. آنها کتاب می‌خوانند، حرف می‌زنند بدون فیلتر AI و مهارت‌ها را به صورت سنتی یاد می‌گیرند. مثلا یک نجار به شاگردش دستی آموزش می‌دهد، نه دانلود کردن. اما زندگیشان بسیار سخت است. بدون حساب بانکی دیجیتال و محروم از کلیه خدمات دولتی، به همین خاطر با مبادله کالا زندگی می‌کنند. هیچ وسیله هوشمندی ندارند و تقریباً همه چیزشان دستی است و مانند قبایل ابتدایی دیده می‌شوند. بچه‌هایشان مدرسه سنتی می‌روند بدون دانلود دانش، پس کندتر پیشرفت می‌کنند، در عوض خلاق‌تر هستند. دسته دیگر از آنها که از طرف دولت کم خطرتر تشخیص داده شده اند، هنوز در شهر زندگی می‌کنند. آنها اعتراض می‌کنند، پلاکارد می‌سازند و شعار می‌دهند، اما اغلب سرکوب می‌شوند. اخبار آنها را عقب مانده، مزاحم امنیت و وحشی نشان می‌دهد و در فیلم‌ها آنها را خائن می‌نامند. و این دسته هم آنهایی بودند که کیوان نزدیک رستوران دیده بود. کیوان حالا فکرش حسابی درگیر شده. او قبل از رفتن به سوی جنگل نشینان تصمیم می‌گیرد تا ببیند آیا راهی هست که بدون ریسک کردن خود را پاک سازد؟ زینرو دست به تحقیق گسترده می‌زند. اما AI متوجه می‌شود و هشدار می‌فرستد. این اقدام غیرقانونی است و تبعات سختی دارد. او عاجزانه در نهایت هیچ راهی پیش روی خود نمی‌بیند جز اینکه به جنبش بپیوندد و این یعنی ریسک بسیار بزرگ. او باید از همه چیزش بگذرد. روزها سپری می‌شوند و هرچه بیشتر می‌فهمد و تحقیق می‌کند، در می‌یابد که تا چه حد آزادیشان محدود شده است. و بدتر از همه این که می‌فهمد او دیگر شبیه یک انسان نیست و بیشتر به ربات شباهت دارد. او بیشتر و بیشتر به این تصمیم نهایی نزدیک می‌شود که باید از این اتصال دیجیتال خارج شود، حتی اگر به قیمت همه چیز تمام شود.
حتی برای یک روز. او دیگر نمی‌خواهد بخشی از هایو مایند باشد، جایی که افکارش نظارت می‌شوند، دروغ غیر ممکن است و آزادی اصلاً وجود ندارد. اما خروج آسان نیست. سیستم طراحی شده تا افراد را درون خود نگه دارد و هوش مصنوعی AI که همه چیز را مدیریت می‌کند، هر تلاشی برای خروج را به عنوان تهدید خطرناک شناسایی می‌کند. کیوان تصمیم می‌گیرد به کمپ آزادیخواهان ملحق شود، خارج از شهر. او برنامه فرار را می‌ریزد. ماشینش را باید جایی رها کند، چون متصل است و ممکن است از رفتن به مسیر مشکوک خودداری کند. کوله پشتی را آماده کرده و وسایل ضروری را برمی‌دارد. او باید سوار اتوبوس 420 شود. لباسهای ساده می‌پوشد و خود را به اتوبوس می‌رساند. در مسیر سعی می‌کند افکارش را کنترل کند و به خود می‌گوید من به سفری تفریحی در بیرون شهر می‌روم. یا فکر به چیزهای بی ربط مانند آب و هوا تا AI مشکوک نشود. اما نانوذرات الگوهای عصبیش را اسکن می‌کنند و چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. AI متوجه افزایش استرس از طریق سطح کورتیزول می‌شود. یک پیام ذهنی می‌آید. آیا نیاز به کمک روانی دارید؟ کیوان این بار نیز نادیده می‌گیرد. اینجا احساساتش شروع به جوشیدن می‌کند. ترس مخلوط با هیجان آزادی. او همزمان به مادر پیرش فکر می‌کند. اگر موفق شدم باید بهش بگم. نمیتونم تنهاش بذارم. طبق آنچه که آن مرد عبوس و عصبی به او گفته بود، او در اتوبوس می‌نشیند تا ایستگاه آخر. رودخانه را در سمت راست می‌بیند و پلی که روی آن قرار دارد. از پل عبور کرده و در حاشیه شهر به جاده‌ای خاکی نزدیک می‌شود و در آن قدم می‌نهد و بیشتر و بیشتر از شهر دور می‌شود. او هرچه دورتر می‌شود، سیگنال‌ها نیز ضعیف‌تر می‌شود. گروهی از آزادیخواهان که وظیفه ایجاد امنیت را به عهده دارند، بسیار هوشیارند. آنها همه چیز را در نزدیکی محل زندگی خود زیر نظر دارند، مسلح و هوشیار. آنها کیوان را زیر نظر می‌گیرند و در نقطه‌ای که هیچ احساس خطری نباشد، به او نزدیک می‌شوند و محاصره‌اش می‌کنند. آنها ماسک به صورت دارند. کیوان از همصحبتیش با یکی از مخالفان می‌گوید و اینکه تصمیم گرفته از اتصال جدا شود. او را به کمپ می‌برند، یک روستای کوچک در جنگل، جایی که سیگنال بسیار ضعیف است و غیر متصل‌ها زندگی می‌کنند. آنها او را می‌پذیرند، اما خیلی مشکوک هستند. یکی از آنها با دستگاهی در دست او را اسکن می‌کند و می‌گوید تو هنوز وصل هستی. کس دیگر می‌گوید ممکنه جاسوس باشه. صدای بلند زن دیگری از پشت شنیده می‌شود که می‌گوید نباید اینا رو راه بدیم. زندگی هممون رو به خطر میندازن. کیوان توضیح می‌دهد که می‌خواهد به هر قیمتی که شده از اتصال خارج شود. این اولین بار است که با آدم‌های غیر متصل واقعی روبرو شده است. آنها در نظرش عجیب جلوه می‌کنند. احساساتشان بسیار قوی و واقعی است. تون صداهایشان یکسان نیست. از جهتی آنها حرکاتی طبیعی دارند. عصبانیت‌هایی بدون فیلتر AI که بر صورتشان و در صدایشان مشخص می‌شود. دست دادن‌های محکم و چشم‌هایی که احساسات واقعی را نشان می‌دهند. یکی از آنها، یک مرد مسن می‌گوید خوش آمدی. چیزهایی هست که باید بدانی قبل از این تصمیم. ما حساب بانکی نداریم. زندگیمان بسیار سخت است، اما به هم کمک می‌کنیم چون انسانیم، نه ربات. وقتی گرسنه‌ایم غذا می‌خوریم، نه چون هوش مصنوعی میگه، چون قلبمون میگه. دیگری اضافه می‌کند ما با خدا ارتباط داریم، نه به هایو مایند، با دعا، سکوت و ارتباط با طبیعت. آرامش واقعی داریم، نه اون هیجان مصنوعی AI که احساسات رو کنترل میکنه. مرد مسن ادامه می‌دهد ملحق شدن به ما یعنی از دست دادن همه چیز و قرار گرفتن در لیست تروریست ها. آیا واقعا آمادگیشو داری؟ خوب فکر کن.
اما همزمان دلتنگ مادرش، دوستانش و زندگیش و کارش است. او باید از همه چیز بگذرد. احساس عجیبی دارد. نمیتواند آن را توصیف کند. حالا در اولین برخورد با آنها و شنیدن این حرفها در دل احساس تردید می کند. حرفهای پیرمرد و سیل افکاری که به ذهنش هجوم آورده‌اند کیوان را می شکند. برای اولین بار بعد از سالها اشک می ریزد. نه یک گریه کنترل شده، بلکه سیلابی از احساسات سرکوب شده. احساس آزادی می کند و به بقیه کسانی که هنوز در سیستم گیر افتاده‌اند فکر می کند و با خود می گوید چطور می تونم تنهاشون بذارم؟ اگه پاک شدم برمیگردم و نجاتشون میدم. 2 روز به او فرصت می دهند تا فکر کند و مطمئن شود این بخشی از پروتکل است. کیوان تصمیم خود را گرفته است. حالا تکنیسیان گروه روش پاکسازی را به او نشان می دهد. یک دستگاه خانگی ساخته شده و مواد شیمیایی مانند فریتین برای جذب نانوذرات گرافنی. فرایند اینطور است. اول یک داروی خوراکی به نام زئولایت زی می‌خورد که نانوذرات را ضعیف می‌کند. این روش ترکیبی از ویتامین‌ها و میدان‌های الکترومغناطیسی کم قدرت که سیگنال 9G را مختل می‌کنند و سپس از طریق دفع سبب خروج نانوذرات از بدن می‌شوند. او در یک اتاق ایزوله می‌نشیند و دستگاه فعال می‌شود. میدان مغناطیسی نانوذرات را از خون و مغز بیرون می‌کشند. آنها فرایند را شروع می‌کنند. درد دارد. سردرد بسیار شدید. چون نانوذرات مقاومت می‌کنند و سیگنال‌های اضطراری به AI می‌فرستند. در ذهن او هشدارها ظاهر می‌شود. اتصال در حال ضعیف شدن است. لطفاً به مرکز پزشکی مراجعه کنید. اما او ادامه می‌دهد. تکنیسیان به او می‌گوید حالا به اتاق بغلی برو و نیم ساعت تحمل کن. هرچه بیشتر عرق کنی به نفع خودت است. آن اتاق شبیه سونای خشک است با حرارت بسیار بالا نزدیک به 50 درجه که از یک اجاق معمولی که در حال سوختن چوب است ساطع می شود. در پایان اولین پاکسازی رهبر گروه به او شربتی دست ساخته می دهد و می گوید حداقل 3 هفته تمام باید این روش هر روز 2 بار تکرار شود. اما هیچ تضمین 100% وجود ندارد که بدن کاملاً پاک شود. کیوان حالا ساکن کمپ شده و شروع به یادگیری و زندگی بدون اتصال می کند. کتاب خواندن دستی، حرف زدن بدون فیلتر، شبنشینی‌ها و دیدن ستارگان، عبادت‌های جمعی، شکار، ماهیگیری و جمع‌آوری میوه‌جات و دانه‌های وحشی جنگلی و حتی دروغ گفتن‌های کوچک برای تمرین. رفتارشان پر از هیجان است. خنده‌های بلند، بحث‌های داغ و گاهی جر و بحث شدید و داد و فریاد. حرکاتی که در جهان متصل وجود ندارد. او می‌داند که همچنان بدنش آلوده است، اما در جنگل امواج 9G ضعیف هستند. پس کنترل AI 100% نیست. او امیدوار است روزی چون یکی از اعضای کمپ به طور کامل پاک شود. بیش از 2 هفته سپری شده است. اینجا کیوان مرتکب اشتباه بزرگی می شود. فکر به مادر، دوستش سارا و بقیه کسانی که در شهر گیر افتاده‌اند در حال دیوانه کردن او هستند. احساس گناه می کند. ظاهراً هرچه بیشتر پاکسازی پیش می رود، این افکار و احساسات نیز قوی‌تر می شوند. با خود می گوید اونا دارن در زندان دیجیتال زندگی می کنن. من نمیتونم فرار کنم و تنهاشون بذارم. اشک‌ها دوباره می ریزد و افسردگی به سراغش می آید. اما این بار از حس مسئولیت، از درد دوری. به رهبر گروه می گوید باید برگردم. حداقل مادرم رو با خودم بیارم. مادرم تنها کسی هست که در تمام این دنیا دارم. او از مخالفانی هست که به اجبار گرفتار شده. رهبر گروه به او هشدار می دهد. نرو. اینجا سیگنال ضعیفه. AI کنترل کامل نداره. اگر برگردی گیر میافتی. تو وقتی اومدی اینجا یعنی دیگه متعلق به اونجا نیستی. بهتر میدونی که ما معترض معمولی نیستیم و در لیست تروریست ها جا داریم به خاطر درگیری های مسلحانه که با دولت داشتیم و این ممکنه خطرات زیادی برات پیش بیاره.
کیوان همه اینها را میشنود و میگوید من دیگر پاک شدم، پس قابل ردیابی نیستم. رهبر گروه لبخندی تلخ زده و میگوید نه جوان، پاک نشدی، ولی تصمیم با خودت. اما این را بدان که تمام حرفها، تصاویر و چهره ما در ذهنت ثبت شده و این یعنی ایجاد خطر برای همه ما. از طرفی ما کسی را مجبور به همراهی نمی کنیم. بعد از جایش بلند شده و میگوید خواستی برگردی با تیم امنیتی هماهنگ کن. احساسات انسانی او که حالا بدون فیلتر AI قوی تر شده در حال زجر دادن او هستند. من آدمم، نه ربات. باید به مادرم کمک کنم. من قرار نیست که برای همیشه به اونجا برگردم. فقط میرم مادرم را با خودم بیارم. حقیقت تلخ دیگری که او بر زبان نمی آورد این بود که سختی زندگی اینجا برایش غیر قابل تحمل شده بود. بدتر از همه این که نمیدانست چقدر طول خواهد کشید تا بدان عادت کند. تصور این که بقیه عمر اینگونه زندگی کند برایش چون کابوس شده بود. او هرگز درک نکرده بود که آزادی بهای بسیار سنگینی دارد. او از ابتدا تصمیم داشت پاک شود و به زندگی پیشین بازگردد. اما این فکری احمقانه بود و نمیدانست که چنین چیزی هرگز امکان پذیر نیست. با کشمکش‌های بسیار ذهنی در نهایت تصمیم می‌گیرد کمپ را ترک کند و به شهر برگردد. رهبر کمپ بعد از ترک آنها دستور جابجایی به نقطه دیگر را می‌دهد. تیم امنیتی کمپ او را تا جایی همراهی می‌کنند. جاده طولانی خاکی را طی کرده و رودخانه را می‌بیند. از همانجا که از اتوبوس پیاده شده بود، حالا سوار می‌شود. همه چیز ظاهری آرام به خود دارد. کیوان خوشحال است و اینگونه گمان می‌کند که کاملاً پاک شده یا اتصالش دیگر قوی نخواهد بود. چند ایستگاه نگذشته در بین راه متوجه ماشین پلیسی می‌شود که اتوبوس را تعقیب می‌کند. آنها از طریق هایمایند موقعیت او را ردیابی کردند. چون در شهر اتصال قوی است، هوش مصنوعی پیامی به مرکز پلیس فرستاده است و نانوذرات باقی مانده مجدداً تکثیر شده و کنترل را به دست گرفته و موقعیت او را لو دادند. کیوان با خود میگوید شاید پلیس‌ها دنبال چیز دیگر باشند و جهت اطمینان از اتوبوس پیاده می شود و متوجه می شود پلیس‌ها به او اشاره دارند. کیوان پا به فرار می گذارد. پلیس‌ها نیز از ماشین پیاده شده و در پی او می دوند. اینجا هنوز مرکز شهر نیست و جای فرار دارد. کیوان به سمت حاشیه شهر که با طبیعت هم مرز است می دود. حالا از پلیس‌ها دور شده. یک دوچرخه می بیند. آن را سوار شده و تا می تواند دورتر می شود. پلیس‌ها به مرکز خبر می دهند. فرد مشکوک به فعالیت تروریستی یا هکری از دستمان گریخت. موقعیتش را رصد کنید. او درباره سارا و مکالمه‌شان در رستوران فکر می کند. او که فکر می کرد باهوشتر از AI است. سارا همیشه می گفت من می تونم احساساتم رو پنهان کنم. AI نمی فهمه. اما کیوان حالا می فهمید که اشتباه می کرد. AI همه چیز را می فهمد و نظارت کامل دارد. حتی وقتی تا حدی پاک شده باشی. او احساس پشیمانی می کند. او می فهمد که نزدیک شدن به منزل مادرش یعنی حماقت و خود را بسیار عاجز می بیند. از طرفی خود را سرزنش می کند که چرا به حرف آن معترض لعنتی گوش داده و زندگیش را دچار خطر کرده است. در نهایت پس از ساعتها فرار در یک کلبه متروکه نزدیک در حاشیه شهر پنهان می شود. خسته است، اما همچنان امیدوار به رسیدن به مادرش. ناگهان احساس عجیبی می کند. یک سردرد خفیف که به سرعت شدید می شود. AI که حالا با ورود به محدوده قوی‌تر 9G نزدیک شهر دسترسی کاملتری پیدا کرده، کامل او را زیر نظر دارد و تصمیم به خاموش کردن می گیرد. این فرایند که در سیستم به عنوان پروتکل امنیت نهایی شناخته می شود،
برای حذف تهدیدهای خطرناک طراحی شده است. طبق الگوریتم AI، او دیگر شهروند معمولی نیست و همدست تروریست‌ها تشخیص داده می‌شود. ابتدا AI الگوهای رفتاری اخیر او را تحلیل می‌کند. خاطرات، تصاویر و مکالمات را بازیابی و ضبط می‌نماید. از داده‌های های مایند متوجه می‌شود که او نه تنها خارج شده و به تروریست‌ها پیوسته است، بلکه قصد هک و پاکسازی دیگران از جمله مادرش را نیز دارد. پاکسازی در الگوریتم AI برابر با هک شناخته می‌شود، چون نوعی دستکاری برخلاف قانون است. این را به عنوان ویروس ذهنی خطرناک طبقه بندی می‌کند، تهدیدی برای کل شبکه. سپس سیگنال فرمان را از طریق نزدیکترین برج ارسال می‌کند. امواج قوی‌تر حالا نانوذرات باقی مانده را کامل فعال می‌کنند. نانوذرات در مغز کیوان مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کنند. اول میدان الکترومغناطیسی داخلی تولید می‌کنند که نورون‌های قشر پیشانی مسئول تصمیم گیری را مختل می‌کنند. او احساس گیجی شدیدی می‌کند و با خود می‌گوید من اینجا چه می‌کنم؟ افکار پراکنده می‌شوند، مانند اینکه ذهن او در حال فروپاشی است. درد شروع می‌شود. نانوذرات مواد شیمیایی آزاد می‌کنند، مانند سموم نوروتوکسیک که از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند و سیناپس‌ها را مسدود می‌کنند. قلب او شروع می‌کند به تند زدن، چون نانوبات‌ها سیستم عصبی خودکار را هدف می‌گیرند. تنفس نامنظم می‌شود، فشار خون بالا می‌رود. احساسات او انگار به جوش آمدند. ترسی عمیق، پشیمانی از بازگشت و حس آزادی کوتاه مدتی که داشت. با خود می‌گوید لعنت بهش، کاش بر نمی‌گشتم. کاش اصلاً قاطی این بازی نمی‌شدم. او از کلبه بیرون آمده و بی هدف گام برمی‌دارد. حالا روی زمین می‌افتد. سعی می‌کند فریاد بزند، اما صدا بیرون نمی‌آید. نانوذرات به کمک سیگنال‌های عصبی عصب‌های حنجره را فلج کردند. در ذهن او آخرین هشدار AI ظاهر می‌شود. برای امنیت جامعه اتصال قطع می‌شود. خداحافظ کیوان. این نه یک پیام ساده، بلکه یک حمله نهایی است. هوش مصنوعی در این زمینه خودمختار عمل می‌کند. از این رو تمام خاطرات اخیر او را در های مایند ضبط و سپس ذهنش را پاک می‌کند. یک جریان الکتریکی شدیدی به هیپوکامپ، مرکز حافظه می‌فرستد که باعث تشنج می‌شود. بدن او می‌لرزد، چشمانش تار و سفید دیده می‌شوند و احساس می‌کند ذهنش در حال محو شدن است. مانند اینکه یک فایل دیجیتال در حال پاک شدن باشد. آخرین تصاویر، چهره مادرش، خنده سارا و رهبر آزادیخواهان که می‌گفت اگر برگردی گیر می‌افتی. در سطح فیزیکی، نانوذرات گرمای داخلی تولید می‌کنند که بافت مغز را می‌سوزاند و یک سکته مغزی مصنوعی ایجاد می‌کنند. قلب متوقف می‌شود چون سیگنال‌های عصبی به آن نمی‌رسد. آخرین فکر همچنان وجود دارد. کاش بر نمی‌گشتم. اما حتی این هم قطع می‌شود. در این لحظه بدن او بی حرکت می‌ماند و AI به پلیس گزارش می‌دهد. تهدید حذف شد و علت مرگ را اینگونه بیان می‌کند. داروهایی که تروریست‌ها به نام پاکسازی به او داده‌اند، سبب سکته مغزی و مرگ او شده است. پلیس‌ها به موقعیت می‌آیند و جسد او را پیدا می‌کنند. و رئیس پلیس در گزارش ویژه خبری می‌گوید هکری که ذهن دانش آموز را هک کرده بود تا حمله تروریستی مرتکب و در نتیجه سبب قتل چندین نفر شود، حین فرار و در درگیری مسلحانه با نیروهای پلیس حذف شد. بخش سوم، اینترنت بدنها. آیا با آمدن 6G همه افراد به طور اجباری به اینترنت متصل خواهند شد؟ در این بخش نظر دانشمندان، کارشناسان و محققان در این زمینه را انتشار خواهم داد
تا قضاوت برای شنونده آسانتر گردد. نظر جسی بلتران درباره 6G. جسی بلتران که محقق و فعال در زمینه تحقیقات فناوری‌های پنهان و تئوری‌های کنترل ذهن است، نظرات بسیار منفی درباره 6G دارد. او باور دارد که این فناوری نه تنها همه را متصل می‌کند، بلکه بخشی از یک طرح بزرگ و پنهان برای کنترل جمعی ذهن‌ها و ایجاد یک دیکتاتوری هوش مصنوعی جهانی است. بر اساس مصاحبه‌ها، پادکست‌ها و ویدیوهای او، بلتران ادعا می‌کند که با آمدن 6G تا حدود سال 2028 همه افراد از طریق نانوبات‌های خود تکثیف شونده که قابلیت تکثیر خودکار دارند به اینترنت بدنها متصل خواهند شد. این نانوبات‌ها به گفته او قبلاً به طور پنهان از طریق واکسن‌های عمومی، مواد غذایی پردازش شده یا حتی ردهای شیمیایی هواپیماها وارد بدن بیشتر انسان‌ها شدند. او می‌گوید هدف نهایی همه اینها اتصال شما به اینترنت بدنها از طریق میدان بیولوژیکیتان است. انگار که شما یک دستگاه در یک شبکه آیتی هستید. این اتصال به نظر بلتران بدن انسان را به یک دستگاه در شبکه فناوری اطلاعات تبدیل می کند و اجازه می دهد از راه دور بر ذهن، رفتار و حتی احساسات افراد تأثیر گذاشته شود. او بدون هیچ سانسوری هشدار می دهد که این فناوری می تواند منجر به کنترل کامل زندگی افراد شود، جایی که دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ می توانند افکار را بخوانند، خاطرات را تغییر دهند یا حتی افراد را از راه دور خاموش کنند. بلتران 6G را به عنوان ابزاری برای کنترل ذهن جمعی از راه دور توصیف می کند. او به گزارش چشماندازهای جهان جدید نیروی هوایی ایالات متحده صفحه 89 اشاره می کند که ظاهراً درباره استفاده از فناوری برای تأثیر بر فرآیندهای بیولوژیکی بدن، چاپ مجموعه‌های حافظه یعنی کپی برداری و جایگذاری خاطرات مصنوعی در مغز و پاک کردن خاطرات واقعی صحبت می کند. او می گوید هدف نهایی این است که کنترل کامل به دست آید و این فناوری از پروژه‌هایی مانند استارگیت، برنامه‌های روانی CIA در دهه 1970 که شامل آزمایش‌های کنترل ذهن و دید از راه دور بود، تکامل یافته و حالا با ابتکار مغز، پروژه‌ای که توسط باراک اوباما راه اندازی شد و هدفش نقشه برداری از مغز انسان است، قانونی شده است. بلتران ادعا می‌کند که این ابتکار اجازه می‌دهد آزمایش‌های روی شهروندان بدون رضایت آنها انجام شود، اگر کم ریسک تلقی شود، چیزی که او آن را یک پوشش برای آزمایش‌های پنهان می‌داند. بلتران در مصاحبه‌هایش درباره جنبه‌های تاریک‌تر صحبت می‌کند، مانند اینکه این فناوری می‌تواند برای ایجاد یک جامعه برده‌وار استفاده شود، جایی که افراد بدون اینکه بدانند تحت تأثیر سیگنال‌های خارجی قرار می‌گیرند، مانند تغییر خلق و خو، الغای افکار یا حتی ایجاد بیماری‌های مصنوعی از طریق نانوبات‌ها. فعالیت‌های مرتبط با بلتران شامل حضور در پادکست‌ها و مصاحبه‌هایی مانند برنامه رادیویی ساحل تا ساحل AM یا دانش ممنوع تیوی است، جایی که درباره اسکن فرکانس رادیویی برای تشخیص ایمپلنت‌ها و نانوتکنولوژی در بدن افراد، خصوصاً افراد مشهور سیاسی در اروپا و آمریکا صحبت می‌کنه. بلتران ادعا می‌کند که اسکن‌های انجام شده توسط او نشان دهنده حضور نانوبات‌ها در بدن افراد عادی است و 6G این نانوبات‌ها را فعال می‌کند تا یک دیکتاتوری هوش مصنوعی سیاره‌ای ایجاد شود. بلتران همچنین درباره روش‌های خنثی‌سازی این فناوری‌ها مانند استفاده از میدان‌های مغناطیسی برای دفع نانوبارات‌ها بحث می‌کنه، اما تأکید داره که 6G نقطه اوج این کنترله و بدون مقاومت جمعی بشریت به یک شبکه دیجیتال تبدیل خواهد شد. او خودش رو به عنوان یک محقق فناوری‌های تاریک معرفی می‌کنه. او همچنین زمینه دیگه فعالیتش هیپنوتیزمه و گاهی از تکنیک‌های هیپنوتیزم برای کمک به افرادی استفاده می‌کنه که ادعا می‌کنن تحت تأثیر این فناوری‌ها قرار گرفتن،
مانند کسانی که خودشو افراد هدف گرفته شده مینامن، یعنی کسانی که باور دارن توسط دولت یا شرکت‌ها با فناوری‌های کنترل ذهن تعقیب میشن. بلسان در برخی صحبت‌هاش به جنبه‌های مذهبی یا معنوی هم اشاره میکنه، مانند اینکه این فناوری‌ها میتونن روح انسان رو تحت تأثیر قرار بدن و همه اینها بخشی از یک جنگ معنوی بزرگتر هستند. نظرات دیگه محققان درباره 6G و اتصال جهانی. در مقابل نظرات بلتران، محققان دیگه در زمینه ارتباطات بیسیم دیدگاه‌های فنی، علمی و عمدتاً مثبت‌تری دارن، اما هیچ کدوم اتصال اجباری همه افراد رو پیش‌بینی نمی‌کنن. برخی نظرات کلیدی رو با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم. مازین گیلبرت، معاون رئیس شبکه تحلیلی ITNT، او معتقده که 6G مرز بین دنیای فیزیکی و دیجیتال رو محو میکنه و اتصال همه جانبه رو فراهم میکنه، اما این برای بهبود زندگی روزمره است، نه برای کنترل یا نظارت اجباری. او میگه در عصر 6G خطوط بین دنیای فیزیکی و دیجیتال رو محو خواهد کرد. برای مثال، این میتونه به معنای واقعیت افزوده پیشرفته باشه، جایی که افراد میتونن اطلاعات واقعی زمان رو روی محیط اطرافشون ببینن. گیلبرت هشدار میده که بدون قوانین مناسب، این فناوری میتونه مسائل و مشکلاتی در زمینه حریم خصوصی ایجاد کنه، مانند جمع‌آوری داده‌های بیش از حد از کاربران و سوء استفاده از اونها. واقعیت و هارپرت دیلون، محققان دانشگاه ویرجینیا تک، اونها باور دارن که 6G میتونه محیط اطراف رو ببینن و نقشه برداری کنه که اتصال هوشمند رو افزایش میده. تمرکز اونها بر کاربردهایی مانند سلامت موبایل، مانند نظارت واقعی زمان بر علائم حیاتی از طریق دستگاه‌های پوشیدنی است، اما تاکید می‌کنند که این فناوری برای دسترسی گسترده طراحی شده، نه اتصال اجباری همه افراد. اونها اضافه می‌کنند که 6G میتونه به کاهش نابرابری کمک کنه، مثلا در مناطق روستایی که دسترسی به اینترنت ضعیف است. اما چالش‌هایی مانند مصرف انرژی بالا و نیاز به زیرساخت‌های جدید رو هم ذکر می‌کنند. جوزف ام جورنت، او میگوید که 6G برای همه خواهد بود، نه فقط ثروتمندان شهری. 6G یک فناوری برای ارتباطات، حسگری و برای همه است. اما این به معنای دسترسی برابر است، نه اتصال الزامی. جورنت بر جنبه‌های مثبت مانند استفاده در کشاورزی هوشمند، مانند نظارت بر خاک و محصولات از راه دور یا آموزش مجازی تمرکز دارد. اما او هم به خطرات احتمالی مانند حملات سایبری و هکرها اشاره می‌کند، جایی که آنها می‌توانند شبکه را مختل کنند و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند. نظرات عمومی محققان. در بررسی‌های جامع علمی، 6G به عنوان یک پلتفرم هوشمند و باز دیده می شود که جامعه را عمیقاً متصل می کند. اما چالش‌هایی مانند امنیت سایبری، حفظ حریم خصوصی و تأثیرات اجتماعی وجود دارد. از نظر آنها، هیچ مدرک علمی برای اتصال اجباری همه افراد نیست. اما اگر کسی به میل خود خواست، توانایی اتصال را خواهد داشت. تمرکز اصلی بر فرصت‌های اقتصادی مانند ایجاد شغل‌های جدید در فناوری و اجتماعی مانند بهبود مراقبت‌های پزشکی در مناطق دورافتاده است. همچنین برخی محققان مستقل هشدار می‌دهند که اگر دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ مانند گوگل، آمازون یا هواوی کنترل این فناوری را به دست بگیرند، می‌تواند به نظارت گسترده منجر شود. اما این هنوز در مرحله تئوری است و نیاز به نظارت بین‌المللی دارد. شما چه فکر می‌کنید؟ سپاسگزارم که به این کتاب صوتی گوش فرا دادید.